با یه کار مشکل چندین ساله در یکی از دلایل اصلی که شیشه ماشین خط میافته می‌دونید چیه؟ به خاطر این نوالاست که هیچ وقت تمیز نمی‌کنه. ببین به مرور زمان داخل این نوالا جرم و کثیفی میره. خب وقتی شما شیشه رو میدی بالا این خاک جرما باعث میشه شیشه ماشین خط بندازه. نگاه کن پول آقا، نگاه کن. خاک جرم بغل این نوار باشه شیشه وقتی میره بالا خط و خش میندازه مثل هم. حالا من بهت میگم چیکارش کن. یه دونه از این کارت آبروان حالا هر چی میخواد باشه فقط ضخامتش و ابعادش بزرگم باشه مشکلی نداره. میذاری داخل این پارچه به همین صورت. ببینی چقدر کثیفه. همین هم باعث میشه شیشه ماشین خط و خش بیفته. خدا خیلی دوست داشته این پست رو داره نگاه می‌کنه.